در این مرکز طبی موقتی کنار شهر مسکو به مهاجران واکسین اسپوتنیک لایت پیشنهاد می شود که با گذرانیدن یک دفعینه برای جلوگیری از بیماری کووید 19 کفایت می کند. کار ما بر پایه عریضه کاردهندگان تشکیل شده است که به ریاست تندرستی مسکو مراجعت کردند. با موافقت جانب‌ها سازش امضا شده وقتی مناسب برای واکسین گذرانی کارگران تعیین می شود. کاردهنده به طور متشکلانه کارگران مهاجر را اینجا می آورد و مایکوبی صورت می گیرد. گذرانیدن واکسین برای کارگران مهاجر 1300 روبل روسی یعنی نزدیک به $18 امریکا نرخ دارد که احتمالاً از طرف کاردهنده پرداخت می شود. مردیکار ازبک اوسنبای خوشحال است که این عمل را پشت سر کرد. در گرد و اطراف کووید 19 سیر دارد. من نمیخواهم مبتلای این بیماری شوم. از این رو واکسین گرفتم. هفته گذشته کرمل ابراز داشت که احتمال روسیه تا فرارسی فصل تیر ماه به واکسین گذرانی 60% اهالی موفق نشود، زیرا در بین مردم توجه به مایکوبی زیاد نیست. روسیه برنامه مایکوبی ملی را در ماه ینور شروع کرده است.